شما فقط طریق ریاست جمهوری میتونی خدمت کنی به مردم؟ شاید اینجا که میفرمایید یا جای دیگه. کجا؟ دیگه با خدای باری تعالی. نه سوال منو جواب ندادی. شما فقط طریق رئیس جمهور شدن میتونی به مردم خدمت کنی؟ بلا رزم به رضایی که تسلیما لامرک. را محمود الله به فرق سیاقی و المستقیمی. فکر میکنی رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟ یکی رئیس جمهور در مرحله اول توحید داشته باشه، بعدم عدل. نبوت و امامت هم هست دیروز. احسن. معاد روز قیامت. بعد فکر میکنید که مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور در قبال مردمش چیه؟ اشرف القوم خادمه، سید القوم خادمه. یشکر الخالق و یشکر المخلوق و من یشکر الخالق. بله. عرض کنم که فکر میکنی که تایید صلاحیت بشه؟ توکلت علی الله.